خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. کسی کو ندارد خرد را به پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. بعد از نام و یاد پروردگار، سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش آمدین. اگر صدا و تصویر من رو دارین کار رو شروع کنیم و اگر باز مشکلاتی هست بفرمایین تا دوستان هم یک به یک به جمع ما ملحق بشن. ممنونم، خیلی سپاسگزارم. ممنونم، خیلی ممنون. پس ما کار رو شروع کنیم. حالا دوستان هم چون زحمت کشیده بودن زودتر، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خیلی زودتر لینک رو در اختیار ما گذاشتن تا اگر مشکلی بود که آروم آروم اه، به جمع بتونیم ملحق بشیم. خیلی ممنونم از علامت هایی که به من میدین و این کیو ها من رو دلگرم میکنه. ما امروز بیشترین چیزی که میخوایم دربارهش صحبت کنیم در مورد درباره این مسئله است که درباره افکار هست. خیلی هم سوال داشتیم توی این مدت. ببینید بچه ها و دوستان عزیز، ما قراره که به یک نقطه‌ای برسیم که خودمون رو در آغوش بگیریم. این نقطه به راحتی به دست نمیاد، نه برای مایی که آسیب دیدیم و تروماهای زیادی دیدیم از جامعه. برای همه انسان ها این شکلیه. به دست آوردن خود و در آغوش گرفتن خود یعنی پذیرش کامل. این یه چیزیه که خیلی سخت به دست میاد برای همه انسان ها. حالا میخوایم ما با همه مشکلاتی که داریم و حق هم داریم که در مورد از این مشکلات رنجیده باشیم، میخوایم با همه این مشکلات تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. این تغییر به معنای تغییر کردن نیست، به معنای فقط رسیدن به اون نقطه پذیرشه. ما گام اولمون در جلسه یکمون درباره چی صحبت کردیم؟ ما درباره این صحبت کردیم که میتونیم این حق رو همیشه به خودمون بدیم. در گام دوم گفتم که بیایم و علایق خودمون رو پیدا کنیم. ممکنه که این برای منی که آسیب دیدم بگم من چگونه میتونم علایق خودم رو پیدا کنم، یا اصلا چه ارزشی داره که در این شرایط بحرانی من به دنبال علایق خودم برم. شاید این فکر در ما ایجاد بشه که این شاید یک خودخواهیه، در حالی که من در جلسه قبل هم خدمتتون گفتم اگر من از درون به اون سلم، به اون صفا، به اون صلح نرسم، هرگز نمیتونم این رو در بیرون نشون بدم. نمیتونم به هموطنانم کمک کنم، نمیتونم به عزیزانم کمک کنم و از همه مهمتر نمیتونم به خودم کمک کنم. پس سلامت روان مهمترین عامل برای پیشرفت هست. اگر اینطور نبود، کشورهایی که خیلی از ما پیشرفته تر هستن این مقدار هزینه نمی کردن که تراپیست برن. خیلی هاشون الان به عرفان شرق روی آوردن، به همین عرفان عظیمی که ما داریم، یعنی تمدن خراسان بزرگ داره، یعنی همین حرفایی که مولانای بزرگ گفته، حرفایی که شاعرای ما زدن، شاعرای فارسی زبان، یعنی این فرهنگی که مشترک بین ما هست، اونها به همین رو آوردن. دلیلش برای این هست که روان پایه آغاز هر پیشرفتیه. هر گونه پیشرفت دنیا و آخرتی ما بسته به این هست که ما دارای یک سلامت روان باشیم. یکی از عواملی که سلامت روان ما رو دستخوش خطر میکنه، اون چرخه افکار معیوبیه که در ذهن ما میچرخه. نشخوارهای ذهنی تمومی هم نداره. فکر خیلی قدرتمنده. این فکر رو با اون فکری که خودم عامدانه فکر میکنن جدا کنید. یه باری هست که شما برنامه ریزی میخواین بکنید، اون فکر مشکلی نداره، اون به خرد داره نزدیک میشه. این فکرایی که تو سرمون میچرخه، خودمونم نمیخوایم بچرخه، اون فکرایی که ما رو داره آزار میده، اونی که هی تو گوشمون داره چیزی میگه یا تو ذهنمون داره تصویر سازی میکنه، اون افکاری که ما رو داره میترسونه، اون افکاری که در ما اضطراب ایجاد میکنه، اون افکاری که آشفتگی در ما ایجاد میکنه، ما اونو داریم کار داریم. برای همه انسان هم هست. منتها در جوامعی که تروماهای زیادی به انسانها وارد شده اون بیشتره. ولی همه آدم ها دچار این چرخه هستن، این چرخه تفکری وجود داره.
ما میخوایم ببینیم که در برابر اونها باید چه کار کنیم، چطوری افکارمون رو مدیریت کنیم. ابتدای آیه قرآن من مثال میارم از کلام الله، سخن خداوند میخوام استفاده کنم. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اکثر مردم جز از خیال و گمان باطل خود از چیزی پیروی نمی کنند، در صورتی که گمان هیچ از حق بی‌نیاز نمیگرداند. یعنی بیشتر دارن پیروی میکنن از این افکار خواننده، این افکاری که داره اذیت میکنه، این سوء ظن‌هایی که به دیگران و به خودمون هست. ما این بخش و امروز درباره افکاری میخوایم صحبت کنیم که فقط ما رو نشانه گرفته. این فکری که پیامدش اضطرابه، این فکری که پیامدش استرسه، این فکری که پیامدش این هست که اعتماد به نفس ما زیر سوال میره. کاری که میتونیم انجام بدیم هم دیگه نمیتونیم انجام بدیم. ظرفی که دستمونه، هزار دفعه ما ظرف شستیم ولی با این افکار، در این افکار ممکنه ظرف از دستمون بیفته و بشکنه و بعد هم یک نفر هم این بر تحقیر کنه و زخم روی زخم، زخم روی زخم. یه جایی نباید جلوی این بایستیم، یه جایی باید به این آگاه بشیم، چون اصلا جلوی این افکار نمیشه ایستاد. خیلی قدرتمندن، کارخونش از بین نمیره. این همینطوری داره برای خودش داستان سرایی میکنه، به خصوص در شرایطی که ما تروما دیدیم، آسیب دیدیم یا حال دلمون خوب نیست. تمام زخم ها رو داره برای ما میزنه. اون زمانهایی که حال دلمون خوبه نیست، اون زمانهایی که حال دلمون بده، اون زمانهایی که دچار تردیدیم، اون زمانهایی که میخوام به یه نفر کمک کنیم، اون زمانهایی که یه کار خوبی میخوایم انجام بدیم، اینا مدام تو سر ما میچرخن. ببینیم چه کار باید کرد در برابر این افکار مزاحم. این افکار مزاحم و نگرانی های ذهنی به حل مسئله یا تصمیم گیری ما کمک نمیکنه. اون فرق داره که من میخوام امروز برنامه‌م رو بچینم، اونو میشتم آمدانه فکر میکنم، یا میخوام امروز این پروپوزالم رو بنویسم. این فکر با اون فکر فرق داره. این فکر ما نمیخوایم، ما اصلا دوستش نداریم، اما این مدام میچرخه زیر گوشمون، رو سرمون، تصویر برامون میاره، پاهامون رو سست میکنه و تا جایی گاهی ما بهش ناآگاهیم که فکر میکنیم خودمونیم، یعنی خودمون داریم فکر میکنیم. امروز میخوایم خیلی درباره این مسئله فوکوس کنیم، تمرکزمون رو در این باره بذاریم. در بین روانشناسان معموله که میگویند فکر، این نوع فکر را، این افکار مزاحم، مساویس با شیطان. خیلی هاشون این رو میگند، چون راهزنه، چون مزاحم ما میشه، چون مانعه، چون اذیت کننده است، چون ترس در ما ایجاد میکنه، چون مدام میگه اگه این بشه چی میشه، اون دفعه اینطوری شد، اینطوری شد، اگه پدرم رو از دست بدم، مادرم رو از دست بدم، اگه برادرم این کارو کنه، اگه خواهرم مریض بشه، اگه خودم بیمار بشم. ببین از این جنسه یه نوعش. یه نوع دیگهش از جنس قیاسه. فلانی در فلان کشور یا در فلان شهر یا در فلان منطقه، یا فلان دوستم که رفت، این چرا انقدر اوضاعش خوبه، من چرا انقدر اوضاعم قمر در عقربه، چرا من اصلا نتونستم پیشرفت کنم. دومین نوع افکار مزاحم افکار قیاسیه. این دوتا رو امروز خیلی میخوایم دربارش صحبت کنیم. بعد بخش دیگه کار ما برمیگرده به اسکن اه، اون تمرین هایی که جلسه قبل انجام دادید. دربارش یه مقدار توضیح میدم که کدوماش فیکه، کدوماش اصلیه و باید به دنبالش بریم. پس امروز میخوایم ببینیم تمرکز، اونی که تمرکز ما رو مختل میکنه، اونی که داره از درون ما رو مسخره میکنه، طعنه میزنه، همه اینها از جنس افکار مزاحم هستند. راه های مدیریت افکار مزاحم چیه؟ نمیگم مقابله باهش، چون اصلا مقابله نمیشه باهش کرد، به دلیل اینکه خیلی قدرت داره. چون اصلا این یه کارخونه که هرگز کلیدش خاموش نمیشه، مگر در شرایطی که ما در تفریح باشیم، خیلی حال دلمون خوب باشه، که اونم کم پیش میاد در شرایطی که ما در تنگنا هستیم، در شرایطی که گاهی در خانه هم هیچی سیف نیست، در جامعه هم که سیف نیست، هیچی امن نیست. عرفای ما که در فرهنگ فارسی زبان خیلی در این باره صحبت کردن، گاهی اکت های بدنی رو پیشنهاد دادن، یعنی فکرهای بدی که مدام میاد، فقط کافی ما این رو نپذیریم. باشه ها، برای خودش حرف بزنه، ما نپذیریمش، بگیم این فکره، این من نیستم، من اینم، این فکر منه.
و بعد اونها میگن میتونید با یه اکتی که این شکلی رد بشین و شروع کنید به کارتون، به فعالیتتون. مثلا شما علاقتون رو پیدا کردین، علاقتون یادگیری زبانه. تا میایین اولین و با خودتون اومدین امتحان تعیین سطح کردین، تعیین سطحتون شده B1، مثلا پایین ترین حد. خب اشکالی نداره، شما میخواید آموزش ببینید، تا میایید بخونید میگه او اینی که میاد تو ذهنم چقدر طول میکشه که من تازه برسم به متوسط، چقدر طول میکشه که من بتونم به پول برسم، چقدر طول میکشه، من که پیر شدم، من که نمیشه، این چطوریه، اصلا نصف یه وقت بره. اینایی که از این نوعه، این افکار مانع پیشرفت شما. شما علاقتون رو کشف کردین، حالا میخواین برین گام هایی براش بردارین، اینا میاد سراغتون و اجازه نمیده که شما یک قدم از قدم بردارید. فلج میکنه این افکار انسان رو، کاملا افسرده میکنه، آدم رو خشمگین میکنه. گاهی اوقات خودمون هم متوجه نمیشیم، ولی اطرافیان گاهی میتونن به ما بگن چرا. یکی از این راههایی که عرفای ما پیشنهاد دادن اینه. یکی دیگر از راههایی که به ما کمک میکنه این افکار رو تفکیک کنیم و ردشون کنیم و به لحاظ عاطفی درگیرشون نشیم، این هست که بگیم اینا مثل این فکر رو داشته باشیم که مثل ابرهایی هستن که میگذرند، این ما کاری باهاش نداریم، به نظاره بنشینیم، بذارید بیاد و بره، خودتون کار خودتون رو انجام بدید. اصالت به اینها نباید داد. هیچ واکنش شدید یا قضاوتی درباره اینا نداشته باشیم. شروع نکنیم به اینا جواب دادن. آخه اصلا اصالتی نداره. عین ابره، عین حبابه. یکم که بی اهمیت بشیم، یکم که ما زورمون قوی بشه، خیلی زورش میاد پایین. ولی در شرایطی که زورش خیلی قویه، ما نمیتونیم باش مقابله کنیم. ما فقط میتونیم بگیم با خودش باشه. ممکنه یک روز شما تا 90% ذهن شما این افکار مزاحم شما رو داره اذیت میکنه. چرا؟ چطور؟ برای چی؟ چرا برای من؟ اینا اتفاق میفته. وقتی که یک بار این تکنیک ها رو انجام بدید، 1 درجه قدرتمندتر میشید. 2 بار، 3 بار، به همون میزان که شما دارید این تکنیک ها رو انجام میدید، شما بلند شدید، قیام کردید و این آغاز رشد انسانه. انسان اختیار داره. اگر اختیار بیرونی رو از ما گرفتند و متاسفانه گاهی در بعضی از خانواده ها حتی این اختیار هم هی کم و کمتر میشه، ما در بعضی جاها حداقل تو فکرمون که اختیار داریم اینا رو بذاریم کنار و به صورت گذرا بهش نگاه کنیم، بگیم ابرهایی است که میاد و میره، مشاهدش کنیم، باش درگیر نشیم، گلاویز نشیم، ردش کنیم. یه نوعش همون تکون دادن محکم سره و انجام کاره. ما داریم که بعضی از بانوانی که بسیار رنج دیده هستن، حتی میگن وقتی که دارم برای 2 نفر آدم غذا میپزم، این افکار میاد که این غذا رو تو خراب میکنی و نمیتونی بپزی، غذایی که خیلی ساده است. و از غذا این کارم انجام میده. وقتی که شما بها بدید، پای کار شما قرار میگیره، اما اگر بها بهش ندین، شما راه خودتون رو حرکت میکنید. انرژی بر هست، سخت هست، اما امتحان کنید، به امتحانش میارزه. به قول حافظ، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. گر شکی هست تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. این به کسی آسیب نمیرسونه، اما یک بار بیایم امتحانش کنیم. یه راه دیگه ای که به شما خیلی کمک میکنه و من میخوام امروز این تمرین رو در کلاس انجام بدم، در این کارگاه، حالا هر چقدر هم تعداد زیاد باشه اشکالی نداره، ما میتونیم این تمرین رو انجام بدیم. یه موسیقی اول شما توضیح میدم چی هست، سر کلاس یک بار اجراش میکنیم، بعد دیگه شما در خانه حتما انجامش بدید، البته اگر دوست دارین. به شما قدرت میده، آرامش میده و کنترل های شناختی افراطی شما رو کاهش میده، مشاهده آزادانه برای شما داره. اون این هست که یک موسیقی با کلام یا بی کلام. چرا میگیم بی کلام یا با کلام فرقی نداره؟ به دلیل اینکه شما اصلا نباید به معنای اون شعر فکر کنید. من از غذای موسیقی که الان آوردم با کلام هست. شما فقط
خودتون رو رها میکنید که اون موسیقی شما رو کجا میبره. ممکنه ببره در یک چمنزار، ممکنه ببره در یک قطار، ممکنه در یک جای خیلی بد ببره. اصلا قضاوت نکنید، بذارید ببره. به این میگم پرواز فکر، تکنیک هدایت توجه و رهایی از ذهن. باعث مشاهده آزادانه میشه، یعنی به شما کمک میکنه که فکراتون داره ظرف میشورید میاد و میره، این بذارید بیاد و بره. این تمرین رو مدام انجام بدید، قدرتتون بیشتر میشه در برابر، برای مدیریت کردن، نه برای جنگ کردن، فقط مدیریت کردن. پس بذارید ذهنتون به طور طبیعی شروع به تصویر سازی کنه. ممکنه افکار به سمت مثلا چمنزار بره، ممکنه به سمت یک نیزار طلایی بره، ممکنه جایی بره که شما دارید میرقصید، ممکنه به حرکت قطار به ذهنتون بیاد، یه لحظه بعد پرنده بشید، یک لحظه به یه جایی که اصلا دوست ندارید به زبان بیارید برید، اشکالی نداره، همه رو ببینید بدون قضاوت، بدون مداخله. اگر موافق هستید این تمرین رو الان انجام بدین، باعث ذهن آگاهی میشه، کاهش نشخوار فکری میشه، افزایش انعطاف پذیری شناختی برای شما داره. یعنی شما یاد میگیرید که افکار میان و میرن، لازم نیست هدایت بشن، کنترل بشن. به این میگم مدیریت. میگم اگر دوستان موافق هستن، من این راهش هم اینه، چشما رو باید ببندید و بعد خودتون رو در مسیر این موسیقی قرار بدین. اگر موافق هستیم مرسی، ممنونم. پس من انشالله بتونم این رو اول میذارم، شما به من بگید صدا میاد و بعد اگر آمد نیومد که دیگه، حالا انشالله که میاد، فقط به من علامت آمدن صدا رو بدین. بعدش میتونید تصویراتون هم اگر فقط اذیت شدید، یک دفعه اذیت شدید، دیگه چشمتون رو باز کنید. اصولا اذیت نمیشیم، ولی ممکنه که در بعضی شرایط که تروماها سنگین باشه طرف اذیت بشه. اگر اذیت شدید چشمتون رو باز کنید و برگردین به دیگه بقیه دوستان ادامه بدن. پس من این رو میزنم. صدا قطع شد. اگر اجازه بدین اینو تو خونه خودتون انجام بدید دوستان عزیز. 3 دقیقه میشد در کارگاه انجام بدیم، 3 تا 5 دقیقه میشد در کارگاه انجام بدیم. حالا دوست عزیزمون زحمت کشیدن، باز حال دل ما رو خوش کردن. هر دوست عزیزی که گذاشتن دستشون درد نکنه. من یه چیزایی شنیدم، فکر کنم شما هم شنیده باشین. ببینید پس الان اون چیزی که مد نظر هست اینه که خیلی من اجازه بدم. این چیز رو هم میبینید دوستان، من اشتراک گذاشتم صفحه خودم رو. الان صفحه من رو میبینید؟ خب ممنونم. پس این رو لطفا در خونه انجام بدین. یه موسیقی که دانلود کنین، موسیقی سنتی ما باشه بهتره، به دلیل اینکه آرامش داره. و بعد شروع کنید به چشماتون رو ببندین. 3 تا 5 دقیقه میتونید موبایلتون رو هم کوک کنید، یعنی بعد از اون براتون زنگ هشدار بزنه که دیگه بیشتر از اونم، اگه بیشتر از اونم باشه چه بهتر. بعضی اصلا خوابشون میبره با این. اونایی که مشکل خواب داشته باشن گاهی با همین به خواب میرن و خوبه، هم آرامش بخشه، هم به شما قوت و قدرت میده در برابر افکار. چون خیلی درخواست داشتیم از دوستان که در برابر افکار میگفتن. فقط این مربوط به شما نیست دوستان. ما در دوره‌ای که خودمون اینجا داشتیم تقریبا 80% مراجعانی که برمیگشتن و میگفتن که به ما کمک کنید، سر مسئله همین افکار بود. این افکار فقط زائیده محیط پر آسیب نیست، کلا برای انسان امروزی این فکر یک مانع است برای پیشرفت، برای همه انسان ها در هر جای کره این خاکی. چرا اینو میگم؟ چون پژوهش های بسیاری روانشناسان در سراسر جهان دارن در مورد این انجام دادن و خیلی تکنیک ها رو دارن کار میکنن روش که ما بتونیم انجام بدیم و از شر اینها بتونیم مدیریتش کنیم. قرار نیست باش بجنگیم. اسمش هست تکنیک هدایت و با این کار پرواز فکر هست. اگر دوست داشتید در خونه انجام بدید، بهتون کمک میکنه قطعا، بدون تحلیل، بدون قضاوت. مثلا ممکنه که خدای نکرده با خودتون بگید خب من چون این فکر رو کردم، یعنی رفتم مثلا یه همچین فکری رو کردم، پس من حتما آدم بدیم. هیچ انگ و قضاوت و برچسبی به خودتون نزنید. صدای من رو دارین؟
بله استاد بله مجدد استاد. ادامه ممنونم، مرسی، خیلی ممنونم. بریم سراغ افکار مزاحم از جنس قیاس. افکار مزاحم از جنس قیاس مقایسه در توانایی هاست. مقایسه در چهره و ظاهره. من رشته خودم رو با رشته همکارم مقایسه کنم. من درآمد خودم رو با درآمد همکارم مقایسه کنم. یا یک نفر دیگه زندگی خودش رو با یکی دیگه مقایسه کنه. یا من فرزندانم رو بیام با فرزندان مثلا خواهرم مقایسه کنم. بگم چرا اینا اینقدر توانایی دارن، این بچهای من چرا اینقدر توانایی ندارن. ببینید تمام اینها و بیش از این، من 3 تا برای شما مثال آوردم. این مقایسه ها یکی از شایع ترین و در عین حال آسیبزاترین فرایند ذهنی در حوزه‌های مختلفی هم میتونه روی بده، مثل توانایی‌ها، مثل زیبایی، مثل وضعیت اقتصادی، مقایسه فرزندان، مقایسه اطرافیان، کشور به کشور، مکان به مکان. این پژوهش‌های بسیاری در این باره انجام دادن که این قیاس‌ها باعث میشه که ما روال عادی زندگی ما دستخوش کاملا فراز و نشیب قرار بگیره، استیبل ذهنیمون رد بشه. ما در ادیان دین خودمون هم و در آموزه هایی هم که به ما دادن گفتن که مقایسه کردن درست نیست، مقایسه از شیطانه. ما خیلی از این چیزها داریم. اول کسی که مقایسه کرد شیطان بود که گفت من از آتشم، انسان از خاک است. یعنی این یه چیزیه که این حرفی که روانشناسان میزنن کاملا بر پایه مباحث درست عقلانی چیده شده. پس اگر من خودم رو با همکلاسیم، با دوستم یا با افراد دیگری مقایسه کنم و این مقایسه باعث اضطراب و ناراحتی من بشه، این ریشه اصلی ناآرامی من هست. من برای اینکه این مسئله کاملا با فرهنگ ما آمیخته بشه، میام داستانی از مولانا میگم. من میگم از زبان کوتاه کس نیستم اینجا. دوستان اگر میشه بلنگوتون رو میشه قطع کنید. دوستای عزیز دیگه متاسف هستیم به حالتان که هر بار ما بگوییم که لطفاً مایکتان خاموش کنین. ما و شما آدمای بزرگ هستیم، لطفاً احترام داشته باشیم به همدیگرمون. استاد ممنونم، ادامه بدین شما لطفاً. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. بیاین با هم حالا بیایم این داستان مولانا رو هم با هم یک چند بیتش رو گوش بدیم و از حالتهای، چون ادبیات باعث میشه که خود ادبیات خیلی به ما کمک میکنه که از افکار مزاحم خلاص بشیم، حریت به ما میده، یک لحظه آرامش به ما میده. داستان از این قراره که بود بقالی و ویرا طوطی، خوشنوایی سبز و گویا طوطی، بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. یه بقال، یه توتی. خب توتی ها همه سبزن اصولا و خوشنوا، صدای خیلی خوبی داشته. توی دکان هم نگهبان بوده چون میتونسته صحبت کنه. گاهی اوقات این صاحب مغازه رو به این میز برده و میرفته مثلا غذایی میخورده و استراحتی میکرده. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای طوطیان حاذق بودی. پس خیلی هم خوب صحبت میکرده. خب از نوع خوب طوطی ها بوده. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان طوطی نگهبانی نمود. آقای خواجه رفته بودن خونه. خواجه به معنای مرد مالدار هست. در ادبیات ما چند معنا داره، یک معناش به معنای مرد مالداره. گربه‌ای برجست ناگه بر دکان، بهر موشی طوطیک از بیم جان، جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. گربه‌ای میاد به دنبال یه موش، طوطی میترسه، از این طرف و اون طرف میره و روغن ارزشمندی رو میریزه زمین. از سوی خانه بیامد خواجه‌اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جام چرب، بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب. باز دستش محکم بر سر توتی میزنه، مای توتی میزنه، میریزه و زبانش هم بند میاد، یعنی کاملا لال میشه، دیگه نمیتونسته صحبت کنه. خب اینجا یه مقدار در مورد خشمم هست، احساس خشم. ما هنوز به احساس وارد نشدیم، یکم سخته ورود به احساس، دیدن قلب، دیدن احساس، اکت. اول باید فکر رو کاملا بدونیم، بعد وقتی که مدیریت افکار رو یاد گرفتیم میریم سراغ احساس که یکم پیچیده است، چون اصلا به ما یاد ندادن. یعنی من به ضرس قاطع میتونم بگم که
این مسئله رو حداقل در آموزش هایی که ما دیدیم در جامعه خودمون دیدن احساس تازه دارن به بچه ها سواد عاطفی رو یاد میدن. در دوران ما نبوده یه همچین چیزی که احساسمون رو باید ببینیم. حالا اینجا مولوی یه لایه پنهانی از این حکایت رو داره به انسان نشون میده. آقای خواجه کار اشتباهی میکنه، عصبانی میشه و عصبانیتش رو نشون میده، میزنه تو سر توتی که خیلی دوست داشته. بعد از این کار اشتباه همه انسان ها یه کار اشتباه دیگه ای میکنن، شروع میکنن به سرزنش خودشون. سرزنش کردن هیچ فایده ای ما رو نداره. یک بار سرزنش اگر بیاد و بره ما آموزش ببینیم، اوکی این خوبه، نفس لوامه، نفس سرزنشگر. اونی که هی میاد میگه تو اینجوری هستی، بدی، نمیتونی، این رو دیگه پایش رو باید خوش کنی. این همون چرخه افکار مزاحمه و مولانا داره به این اشاره میکنه. در چندین قرن پیش ما داریم با این حرفهای ارزشمند روبرو میشیم، تا جایی که الان بسیاری از روانشناسانی که در مغرب زمین هستند میان از اشعار مولانا استفاده میکنن. ژرفساخت انسان شناسیش بسیار عمیقه. مسئله خود سرزنشی پس از خطا رو مولانا داره بیان میکنه. پس انسان معمولا پس از هر واکنش یا رفتار اشتباه به جایی که توقف کنه بگه اشتباه کردم، شروع کنه به یادگیری، جبران، به سرزنش دچار میشه، سرزنش شدید خود، که این اصلا پیامد اصلاحگرانه ای نداره. اصلا پیامد اصلاحگرانه ای نداره. حال روانی فرد رو بدتر میکنه و قطعا نزدیک به قطع باید بگیم که دوباره این کار رو مرتکب میشه. پس خود سرزنشی مداوم باعث تقویت اضطراب، افسردگی، نشخوار ذهنیه. شمایی که دارین زحمت میکشین، لطف میکنین، این تمرین ها رو انجام میدین، از یه طرف دیگه خود سرزنشی باشه این جواب نمیده، این برسری میشه، 2 برابر باید زحمت بکشید، بازم جواب نمیده، فرسوده میشید، دیگه آدم خسته میشه. شده یه روز اصلا کار نکرده باشین، هیچ کاری نکردی ولی میگید من خستم، برای من پیش اومده. اون وقتیه که من مدام فکرم مشغوله، فکره داره کار میکنه و بعد اگه دست به هر کاری بزنم نمیتونم خلاقیتم رو نشون بدم، من تواناییم خیلی میاد پایین. به خاطر همینه که اصلا میگن در زندگیتون تفریح بذارین، در برنامه هاتون حتما روزانه تفریح بذارین، برای اینکه از این چرخه افکار مزاحم بتونید قدرتمند بشید، مدیریتش کنید. حالا الان مولانا داره به ما این رو با اشعارش این رو به ما میگه که روزکی چندی سخن کوتاه کرد. توتی میگه، یکم داستان رو کوتاه کردم برای اینکه وقتمون فقط برای شعر نره. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، یعنی توتی دیگه نمیتونه صحبت کنه. مرد بقال از ندامت آه کرد. اینجا شروع میشه به ریش بر میکند و میگفت ای دریغ، آه کرد، ریشاشو کند، مدام میگفت ای وای، کافتاب نعمتم شد زیر می، بدبخت شدم. نعمتم توتی بود، پشت ابر رفت، دیگه نمیتونه حرف بزنه. دست من بشکسته بودی آن زمان، نفرین خودش، چون زدم من بر سر آن خوش زبان. 4 تا یک کار، 5 تا اکت سرزنشگرانه، 5 برابر داره خودش رو اذیت میکنه. یک کار اشتباه، یک دونه تلنگر ما میزنیم، اوکی من امروز مثلا با همکارم بد صحبت کردم، جای جبران وجود داره، انسانی ما خطا میکنیم، ما باید بپذیریم، ما فرشته نیستیم. پس اون چیزی که در تمام این جلسات مدام بهش تاکید کردیم، سرزنش خود هر وقت بیاد ما داریم 2 برابر 3 برابر خودمون رو اذیت میکنیم. شرایط سخته، حقوق ما نادیده گرفته شده، اولین ابتدایی ترین حقوق انسانی ما زیر پا رفته، همه اینها درست، اما سرزنش
اینها رو چندین برابر میکنه، چون روان ما میتونه ما رو آپدیت کنه. در غیر این صورت تو این جوامع، در جوامعی که این همه تو جنگ هستن، میبینیم که ما نوابغی به وجود میاد. و در دو جلسه قبل مسعود سعد سلمان رو مثال زدم، در بدترین شرایط تونسته خلاقیت خودش رو نشون بده. دست من بشکسته بودی آن زمان، چون زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها میداد هر درویش را. تازه بعد از این مرحله حالا رسیده به اینکه یه فکری بکنه، شروع کرده به هدیه دادن، انفاق کردن تا خداوند بهش کمک کنه تا بیابد نطق مرغ خویش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. می نمود آن مرغ را هر گونه شگفت، تا که باشد کاندر آید او به گفت. مدام شکلک در می آورد، یه کارایی میکرد که توتی یه دفعه به تعجب بیاد، خوشش بیاد حرف بزنه. جولقی ای سر برهنه میگذشت. جولقی آدمهایی بوده که موهاشون رو میتراشیدن. بعضی درویش میگن، بعضی ها حالا متفاوته. تا سر بیمو چو پشت تاس و تشت. مویی نداشته. طوطی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان. از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ اونجا توتی یه قیاس میکنه، میبینه که خودش که موهاش ریخته بوده، صاحب مغازه زده تو سرش، این طرف هم یه درویش بیمو رو میبینه، میگه تو هم مثل من اومدی از شیشه روغن ریختی تو سرت، زدم که موهات رو اه، نداری. مولانا از اینجا داره میگه که قیاس مع الفارق. توتی داستانش چیز دیگه ایه، درویش بیمو هم داستانش یه چیز دیگه است. تمام این و داستانهای مولانا ما میدونیم داستان در داستانه، یعنی 5-6 تا مسئله روانشناختی و رشد انسان رو با هم یک جا قرار میده. اینجا حکایت مربوط به قیاس مع الفارق هست. 99% قیاس های ما مع الفارقه. ما نمیتونیم خودمون رو در شرایط کسی قرار بدیم. بعضیا حال دلشون خیلی خوبه، زندگیشون ما فکر میکنیم زندگی خیلی اوکی دارند، اما صائب قشنگ میگه که برق را در خرمن مردم تماشا کرده است، آنکه پندارد که حال مردم دنیا خوش است. میگه کسی که فکر میکنه همه اوکیند، همه حال دلشون خوبه، مثل برق، مثل آتشیه که از دور خرمن طرف آتش زده. ما که دوریم فکر میکنیم برق، روشنایی، میریم نزدیک میبینیم آتشه. پس تقریبا میتونیم بگیم 90% قیاسهای ما قیاسهای مع الفارقه. اما اون قیاسی که به ما آگاهی میده، میگه از این راه برم بهتره، اون قیاس روشنگرانه است. اون مقایسه است برای یادگیری، برای آموزش، نه برای افسردگی، نه برای اضطراب. این هم مسئله‌ای بود که مولانا از پس قرنها داره ما به اشتراک میذاره که قیاس مع الفارق باعثی میشه که خنده داره. یعنی اون کسی که بالا داره قضیه رو میبینه، من مثلا با همکارم حسرت همکارم رو میخورم، یک نفر از اون بالا داره زندگی من و زندگی همکارم رو میبینه نون نیازی که بگیره یا نه؟ و به من میخنده از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پندار صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر هر دو یک جور نوشته میشه. تلفظش در گذشته متفاوت بوده، معناش هم متفاوته. شیر یک نوع شیر نوشیدنیه، یکی شیر جنگله، دوتا یکی هست ولی یه جور نوشته میشه. پس شباهت های ظاهری، اسمی، تاریخ تولدی، مخصوصا اونایی که عادت داریم اینستاگرام بریم ببینیم خوشبختی های دیگران رو، چون اینستاگرام زندگی همین زندگی یه دقیقه‌ایشو نشون میده. ما از بطن اون زندگی و ژرف ساخت زندگی اصلا خبر نداریم. همون یه جا رو داریم نگاه میکنیم و شروع میکنیم به مقایسه کردن. این حال دل ما رو بد میکنه. شباهت ظاهری، اسمی یا هر چیز دیگری دلیل بر یکسان بودن حقیقت ها نیست و ما نباید بسنجیم. این قیاسه از نوعیه که افکار مزاحم رو در ما 3-4 برابر میکنه. پس مسئله‌ای که مولانا داره بیان میکنه، اگر من یه وقتی هم دارم که بریم سراغ تمرین های جلسه قبل که
موضوع امروز رو جمع‌بندی کنم. موضوع امروز درباره افکار مزاحم بود. 3-4 تا تکنیک رو لطفاً انجام بدید. قطعاً جواب میگیرید، قطعاً هست این. منتها روزهای اول زورتون کمه، درستم هست. یا اگه یه وقت شرایط بیرونی خیلی شدید باشه، زور ما هی کم و کمتر میشه. ولی همیشه گفتم در ظلمت ها حتی یک روزنه هم مفیده و ما همون حدیث رسول خدا رو سر لوحه کار داشته باشیم که ز گهواره تا گور دانش وجود. تا میتونیم، تا زنده ایم، ما نمیدونیم آینده چی میشه و قراره چه اتفاقی بیفته، ولی تا هستیم سعی میکنیم که به طرف نور حرکت کنیم و از ظلمت ها، یعنی این افکار که مزاحمه و مدام رد و مانع ما هست، مدیریتش کنیم. یک هست که سرتون رو تکون بدید یا جایگاهتون رو عوض کنید. دو این هست که سعی نکنید باش مبارزه کنید. ما قدرت نداریم، هیچ کس قدرت نداره در برابر این بیسته. بذارید بیاد و بره، فقط شما ناظرش باشید، مدیریتش کنید، مثل یک ابر بگید میاد و میره. میتونید سرتون رو تکون بدید، میتونید اون موسیقی رو هم انجام بدید. به طور کلی موسیقی رو در هفته 3 بار 4 بار 3 دقیقه تا 5 دقیقه انجام بدید. موسیقی بزنه و شما به طرف نوا و آهنگ برید. به معنای شعری هم که میخونه اصلا کار نداشته باشین. هر فکری هم که اومد به ذهنتون بدون قضاوت و بدون مداخله بذارین بیاد. میره تو قطار، یه وقت میره یه جای دیگه، جا بذارین هر کاری دلش میخواد بکنه، مثل یک بچه بذارید کار خودش رو انجام بده. و اما بریم سراغ تمرین هایی که جلسه پیش انجام دادید و زحمت کشیدید و قطعا انجام دادید. خب ما میدونیم، دوباره برای اینکه برسم به این تمرین ها یه مقدمه ای بگم. دوستان، ما یه جسم داریم، یه جان و روح داریم. به خصوص مایی که معتقد به دنیای آخرت هستیم میدونیم که روح ما به هر حال این دو بعد رو با ما کار کردن. یه بعد دیگه انسان داره به نام روان، که اگر این روان سالم باشه جسم و جان ما سالمه. چون ما میدونیم 90 بسیار، یعنی شاید 70% و 80% پژوهش‌های اخیر نشون داده که بیماری‌های جسم انسان بیماری‌های روانتنیه. سرطان خشم فرو خورده است، معده، نمیدونم، اینا اصلا دیگه تقریبا دارن به یک حقیقت تبدیل میشن که چقدر روان ما باعث بیماری میشه. اینطور که جسم ما رو داره میخوره روان ناسالم، حسادت ایجاد میکنه. مقایسه باعث حسادت میشه. اگه من مدام قیاس کنم، کم کم حسادت، فقط ببینم اشکالی نداره ولی به اکت بیاد، یعنی بخوام زیرا به طرفو بزنم، غیبتش کنم، این که کاری نیست، ناارزنده سازی کنم، خب این میشه دیگه یک ناهنجاری اخلاقی، باعث ایجاد خشم میشه و هزار و یک مشکلات اخلاقی و رفتاری ما که روح ما رو هم تحت تاثیر قرار میده به خاطر روان ناسالم. پس کارهای خودشناسی وقتی که میگیم سعادت دنیا و آخرت ما رو داره، چیز کوچکی نیست. حد فاصله بین جسم و جان ما این روان ماست. ما تا میتونیم باید روانمون رو سالم نگه داریم، تا بتونیم به جامعهمون خدمت کنیم و هم نسلمون خدمت کنیم، انسان مفیدی بشیم. من اگر نتونم علاقم رو کشف کنم، هرگز نمیتونم انسان مفیدی باشم، چون خسته میشم، رنجور میشم. ولی اگه علاقه داشته باشم، تا صبح کارم رو انجام میدم، مهارت پیدا میکنم و کم کم علاوه بر اینکه برای خودم میتونم کاری انجام بدم، برای چند نفر دیگه میتونم مفید باشم. پس این توجه به آرامش روان، مراقبت از روان خیلی ضروریه که به ما، حداقل من میتونم بگم که در نسلان من به ما یاد نداده بودن که چقدر روان مهمه. اخیراً چرا؟ اخیراً میبینم که در مدارس دارن سواد عاطفی به بچه‌ها یاد میدن، ولی زمان ما نبوده این. و ما بعد از اینکه هی بزرگ و بزرگتر شدیم داریم با این مسئله روبرو میشیم که بی توجهی به روان باعث تجمع افکار میشه، استرس های مزمن ایجاد میکنه، کاهش بهره وری، کاهش هوش، کاهش خلاقیت. میگم تمام دنیا و آخرت ما رو تحت شعاع قرار میده. پس تمرین های خود مراقبتی رو خیلی جدی بگیرید. آنقدر جدی بگیرید که بدونید دارید هر روز که این کار رو انجام میدید یک قدم به خودتون نزدیکتر میشید، به پذیرش خودتون و رسیدن به اون نقطه‌ای که بتونید به دیگران هم کمک کنید. که ما در سعدی بزرگ همیشه میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. یعنی به نقطه‌ای برسیم که بتونیم به دیگران کمک کنیم. اول باید خودمون رو به اون سمت خودشناسی برسیم و بعد بتونیم به دیگران کمک کنیم. این مسیر نیاز به صبر داره، نیاز به حوصله داره. 1 سال، 2 سال، 3 سال، ولی میبینید، یعنی قطعا کسانی دیگه میان میگن چقدر تو بهتر شدی. به او اساس میخوایم که
در مورد یک پردازش بدین. تشکر از شما. سلامت باشید. دقیقا این که فرمودید وضعیت بلا تکلیفی یک وضعیتیه که آزاردهنده ترین نشخوارهای فکری رو در ما ایجاد میکنه. یعنی حق دارید. اصلا این وضعیت بلا تکلیفی چون مغز با مسئله‌ای به نام مسئله حل نشده در ارتباطه. اما با نصیحت و نمیدونم حواس پرتی ساده این درمان نمیشه. اول بگین که تشخیص دقیق باید بدین که این نشخوار از کجاست. عدم تحمل ابهام. ابهام خیلی آستانه ظرفیت روان بالایی میخواد. ابهام مخصوصا اینکه ما واقعا نمیدونیم فردای ما پس فردای ما هر چقدر این مدتش کمتر باشه میزان بلا تکلیفی که در ذهن ما پژواک پیدا میکنه خیلی زیاد هست. اما درمان مؤثری که من میتونم بگم این هست که با خودتون بگید که داره سناریو میسازه. حقو بدین ولی بگید داره سناریو میسازه. چون واقعا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. نه بحث باش کنی، نه بهش جواب بدی، نه بخواید اصلاح کنی. یا نه پسرمون میاد بهم کمک میکنه، پدرم میاد، خودم میاد. اینو نه، این اصلا باش کلنجار نرید. ولی بگید داره سناریو میسازه. این میتونه. یا میتونید چیکار کنید؟ یه زمانبندی 20 دقیقه زمان رسمی بذارید برای نشخوار. یعنی بگید بهش این خیلی کمک میکنه. این جواب داده. ما یه نوجوانی به مرکز مشاوره ما مراجعه کرد. البته مشکل شبیه شما نبود. ایشون خیال بافی های زیادی داشت. 5 ساعت خیال بافی میکرد. خیال بافی که رفتم دانشگاه قبول شدم، زندگیش فلج شده بود. این تکنیک رو بهش روانشناس ما گفت خیلی تاثیرگذار بود. گفتش که یک روز بشین ساعت 7 8 9 هر وقت بگو میخوام خیال بافی کنم. شما یه زمان بذارید بشینید بگید میخوام خیال بافی کنم، میخوام نشخوار کنم. قشنگ بشین بگو حالا نشخوار کن. روزهای بعد دیگه نمیاد. ایشون روز دوم سوم گفت دیگه نیومد. دیگه زورم نرسید. 2 دقیقه 3 دقیقه. من میتونم بگم مثلا 2 هفتگی در روزهای آغازین تاثیرش رو میبینید. رو 2 هفتگی میتونید بگید که این مسئله به طور خیلی محسوسی، یعنی قشنگ متوجه شدید که کم شده. این خیلی اهمیت داره. دوباره مسئله بلا تکلیفی که این موسیقی رو هم بذارین. این موسیقی هم خیلی تاثیر داره ولی به اون اندازه نیست. و اینکه هر وقت اینا رو همه رو انجام دادید پیاده روی آگاهانه. پیاده روی آگاهانه داشته باشید و وقتی که پیاده روی میکنید نه اینکه پیاده روی کنید تو سنگ فرش ها به ما کمک کنه که این نشخوار بیشتر بشه. بیاین تو بدنتون، دستتون، حستون، جایی که راه میرین. ما با 5 تا 6 تا حس با جهان در ارتباطیم. چشمم الان چی میبینه؟ درخت داره میبینه. گوشم الان چی میشنوه؟ صدای همسایه. زبونم چی داره لمس میکنه؟ مثلا زبونم الان مزه گس داره. دستم چه حسی میکنه؟ بیارین خودتون رو در حال. حق دارین. بلا تکلیفی همینه. اصلا به لحاظ نشخوار ذهنی خیلی مستقیم ربط داره این مسئله بهش. و اگر دیگه خیلی زیاد شد یک الگوی اضطرابی تثبیت شده متاسفانه میشه که اون رو باید کم کم درمان تخصصی بگیرین. یعنی اگر با این تمرین ها حل نشد 2 3 ماه تلاش کردین حل نشد دیگه فکر میکنم باید یه متخصص روان درمانی بگیرین که چون دیگه اضطراب شده تثبیت شده. ولی چون شرایط شما یک شرایطیه که شاید این استیبل نبودن این امر رو اتفاق کرده، من به نظرم میاد که با این تمرین ها به انضمام تمرین های امروز بتونید که روزنه هایی رو پیدا کنید در این مسئله. خیلی ممنونم. من اگر اجازه بدین دوستان این جلسه رو سرم به اگر اتمام چی وقت کم است ولی شناز جان هم دست بالا کردن مثلا. اگر سوالی دارین بفرمایین. اگر نه من با اه، بفرمایین. سلام و وقت همه بخیر. امید که خوب و خوش باشین. اولا که خیلی خیلی تشکر استاد که در این
مرحله اساس در کنار دخترها و زنان افغانستان هستین. سپاسگزارم. ممنون شما، ممنونم. سلامت باشین. موضوعات شما همچنین. واقعا مفید است، موضوعاتی است که سلامت باشید. فعلا در همین موقعیتی که ما هستیم، مثل دوستی که قبلا گفت در وضعیت بلا تکلیفی، به همین صحبت ها نیاز هست. من صحبتی که میخواستم بکنم یک کم طولانی هست، من فکر میکنم که فعلا گنجایش نداره برنامه. در جلسات بعدی اگر انشالله. فرصت باشه باز انشالله. میخوام که و مزاحم شما باشم. ممنونم. این وضعیت بلا تکلیفی که شما تاییدم کردین، انشالله ما برای جلسه بعد باز یه مقدار بیشتر توضیح میدم. ولی این تکنیک ها فعلا جوابگو خواهد بود انشالله. ولی میذارم یه بخشی رو در مورد مسئله بلا تکلیفی که خیلی رنج آور هست و یک چیز بله، کاملا درسته. من با اشعاری از ممنون مولانا شما، سلامت باشین. سپاسگزارم. ممنونم. من با شعری از مولانا سخن خودم رو به پایان میرسونم و جلسه رو هم به اتمام میرسونم. ای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما. ای در شکست جام ما، ای بردریده دام ما. ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما. جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما. ممنونم و سپاسگزار با آرزوی بهترین ها. سپاسگزارم. ممنونم.